افزود. در تاجیکستان خواننده های زیادی هستند که آهنگ و ترانه های فیلم های مشهور هندی را بازخوانی کردند. یک دلیل دلبستگی تاجیک ها به فیلم های هندی برگزاری اولین شام موسیقی بالیوود در شهر دوشنبه است. آوازخوان‌های تئاتر اپرا و بالت شهر دوشنبه 20 ساوندترک فیلم‌های بالیوودی را با همکاری ارکستر سمفونیک اجرا کردند. نقطه عطف این برنامه اجرای محمد رفیع و نازیه فرزندان کرامت الله قربان، آوازخوانی در گذشته تاجیک بود. او در دهه 1980 موسیقی تاجیکی را با سبک هندی تلفیق کرد. گرچنده که استادای بزرگ هندوستان را ندیده بودند، به خودشون استاد قبول کرده بودند، از آن جمله محمد رفیع هندوستانی، موکیش، مهیندرا کپور، لتا منگیشکر. همون مهر و محبت پدرم نسبت سرودخوانی‌های هندی نسبت استادانشون بود که من اسنای ما رو به خاطر همون استادشون محمد رفیع گذاشتم. نازیه کرامت الله زبان هندی را از مادرش آموخته، در هند رقص کلاسیک کاتاک را آموزش دیده و با موسیقی کلاسیک هندی هم آشناست. سرودی که ما رو مشهور گرداند در هم تاجیکستان، در هم هندوستان، در آسیای میانه. کتنی دیوانه میره اتنی دیوانو میں سے حالا هم فیلم های بالیوودی در تاجیکستان مخاطبان زیاده دارند، اما دیگر نظام خریداری، دوبله، توزیع و پخش فیلم های خارجی به ویژه هندی که در زمان شوروی رایج بود از بین رفته. دادی گرفت و وارد شدن به بازار جهانی ضرور است. پیش از آن وارد شدن باید همون زمینه، هم سیستم منظم فیلمنمایشی را در کشور باید به وجود آورد. در شرایط فعلی بازگشت به نظام قبلی خریداری، دوبله و پخش فیلم های خارجی در تاجیکستان آسان به نظر نمی رسد. از این رو عاشقان فیلم های هندی در تاجیکستان از کوچکترین فرصت مثل شام موسیقی بالیوود برای زنده کردن خاطره های شیرین دوران گذشته اشان استفاده می کنند. سهراب زیا، BBC دوشنبه.